وایسا داری چیکار میکنی؟ آجی داری چیکار میکنی؟ 4 تا کلیپ این استا دیدید اومدی داره دفاع میکنی چاقو. بابا اینا همه کلیپ هایی که توی این استا دارن میذارن همه برای ویو گرفتن، برای فالوور گرفتن. اصلا همچین کاری انجام ندید. اگرم زمانی شما خواستید دفاع کنید، یه نفر مهاجم اومد با چاقو خواست شما رو بزنه، یه وسیله از توی جیبتون در بیارید، کلید، خودکار، هر چیزی این طرف اومد بزنه، به این صورت با این کلید یه لحظه بزنید تو صورتش. چشش بسته شد، ناخودآگاه چشه چند ثانیه بسته میشه از ترس اینکه این کلیده، این خودکاره نخوره تو صورتش. وقتی زمانی که این حالت چش بسته میشه، لگد رو بزن فرار کن، اصلا به هیچ عنوان وای نستا. این چاقو الکی. و حتما پیج ما رو فالو کنید، لایک کنید، پست ما رو سیو کنید. همین بعد آموزش‌های